من اومدم بیایم با هم دیگه بریم آبودان. اینم منم توی جاده پر از مه بدون رایس کیکم که اصلا نمیشه. اینجا بهمن شیره، خوش اومدید به آبادان. فقط یه مقدار اینجا سطح زباله زیاده. اینم خب پالایشگاه خیلی معروفشه. به نظرم خفن‌ترین قسمت آبادان همین تلنجیاشه. شما اینجا هر چی که بخواین تمام خارجی میتونین پیدا کنین. خیلی خیلی جای باحالیه. اینجا هم من یه دونه آدامس پومادی دیدم، خیلی بامزه بود. اینم رشته‌های رنگارنگ. و یه چند تا چیز میز خریدیم. بعدش هم رفتیم ادویه جلالی. اینجا هم جای ترکشه جنگ ایران و عراق بودن. بعدش هم گرسنمون شد، رفتیم رستوران پاکستان. مثل همیشه اینجا شلوغه. ما یه ماهی شوریده و قرمه سبزی گرفتیم به سبک جنوبی. این چیپس شد 150 تومان، اصلا نمیارزه. بچه من از اینجا به بعد ویدیو رو اصلا دوست ندارم حرف بزنم، حالم خیلی گرفته شد. آبادان یه ولاگ دیگه هم داره، میبینمتون. اینجا هم متروپوله.